سلام و خسته نباشید خدمت تمامی شما جوانان و محصلین عزیز و تمام کسانی که در پی کسب درآمد آنلاین هستین و کار آنلاین هستین، کار از خانه، کار از راه دور. در درس گذشته ما در مورد یک بحث مقدماتی در مورد سوالها و چرایه‌هایی که در مورد کسب درآمد آنلاین وجود داشت صحبت کردیم و سوالات و دغدغه‌هایی که ممکن است در ذهن یک شنونده و یک جوان افغانستان به خصوص وجود داشته باشه را جواب دادیم و صحبت کردیم به صورت مستند که کار آنلاین و کسب درآمد آنلاین برای جوانان از راه دور ممکن است. در این درس دوم هست که یکی از این پلتفرم ها یا وبسایت هایی که امکان کار آنلاین را فراهم میکنه را معرفی میکنیم و او وبسایت اپورک است. در این درس صحبت میکنیم که چگونه ما میتونیم در این وبسایت یک پروفایل برای خود ایجاد کنیم و بعد با استفاده از این پروفایل بتونیم پروژه هایی را دریافت کنیم و از طریق پروژه ها کار کنیم. پس میریم روی ایجاد یک پروفایل در سایت اپورک. وبسایت خیلی وبسایت بزرگیه، خیلی وبسایت معروفیه و کلی فریلنسر تو دنیا دارن از این طریق بیزینس میکنن، کار میکنن و مشتریاشون رو گرفتن. سلام مجدد خدمت شما تمام دوستان عزیز محصلین و جوانان. در قسمت بالایی در اینجا در قسمت گوگل کرومی خود که باز کردیم به طور ساده نوشته میکنیم اپورک که وقتی باز کردیم اپورک لوگین باز میشه. در روی صفحه ما و شما کلیک میکنیم و این صفحه اپورک است. اینجا هست لوگین، اینجا هست ساین اپ. اگر شما قبلا اکاونت ایجاد کرده باشین، پروفایل خود ایجاد کرده باشین، مطمئناً پسورد داره مثل تمامی از پروفایل یا اکاونت هایی که شما در فضای مجازی دارین، در واتساپ دارین، در فیسبوک دارین و دیگر پلتفرم ها. فعلا چون ما حساب قبلی نداریم روی ساین اپ کلیک میکنیم. وقتی که روی ساین اپ کلیک کردیم اینجا دو تا گزینه برای ما باز میشه. یکی گزینه اولی است که I'm a client hiring for a project، یعنی صاحب کار، یعنی کسی صاحب پروژه هست، میخواد پروژه خود را برای یک کسی بده که کار بکنه. و بخش دومش که میگه I'm a freelancer looking for work، من یک فریلنسر هستم که در جستجوی کار هستم. خب بستگی به شما داره که شما میخواین از طریق این پروفایل خود پروژه را برای کارگرها و فریلنسرها بدین که برای شما کار کنه، یا ای که شما میخواین به عنوان فریلنسر اینجا کار بکنین و کسب درآمد بکنین. خب چون بیشتر اینجا هدف ما در این ویدیو است که ما من حیث یک فریلنسر و من حیث یک فردی که به عنوان محصل یا یک جوانی که در پهلوی تحصیل و شغل خود میخواد کارهای آزاد هم انجام بده، هدف ما این است. پس ما این بخش را که ما به عنوان یک فریلنسر میخوایم دنبال کار باشم این را کلیک میکنیم. اینجا apply as a freelancer ظاهر میشه، اینجا کلیک میکنیم. خب اینجا چند گزینه هست. یکی هست sign up with Apple، continue with Google. خب continue with Google برای ما معقولتر و آسانتر است، به خاطر اینکه معمولا ما گوگل داریم اما ممکن است شما حساب اپل ممکنه نداشته باشین. پس continue with Google را انتخاب میکنیم. ایمیل شما اینجا ظاهر میشه. حالا ما اینجا به عنوان ایمیل تست در نظر میگیریم. بالای ایمیل کلیک میکنیم و میایم پایین کانتینیو، بالای کانتینیو کلیک میکنیم. ایمیلی را که ما اینجا
درس کردیم تست سنتر یعنی ایمیل تست است یا ایمیل آزمایشی است، اما شما در اینجا باید نام واقعی تان نوشته کنین مطابق پاسپورت که بعداً زمانی که شما کار میکنین انشاءالله که پروژه میگیرین و کسب درآمد میکنین مطابق نام پاسپورتتان باشه. اینجا اسم خرد یا نامتان مطابق پاسپورت و اینجا هم تخلصتان مطابق پاسپورت باشه و اینجا هم یک کشور رو باید انتخاب کنیم. متاسفانه کشور افغانستان در این لیست وجود نداره بنابر دلایل و مشکلاتی که کشور ما و شما با اون مواجه هست. ما و شما میتونیم از اینجا یک کشوری را انتخاب کنیم، فرق نمیکنه کدام کشوری، اما بهترش این است که یک کشور را انتخاب کنیم که یک دوست یا آشنای ما اونجا زندگی بکنه و ما و شما فردا اگر یک وقت نیاز به یک آدرس دقیق داشته باشیم از او آدرس استفاده کرده بتونیم و او آدرس ما واقعی باشه. ما اینجا ترکیه را انتخاب میکنیم. Get started. It only takes 5 to 10 minutes and you can edit it later. We will save you go. We will save as you go. خب ما معلوماتی رو که شما درج میکنین سیف میکنیم. اینجا گفته که 5 تا 10 دقیقه وقت میگیره که شما همین اطلاعات تکمیل کنین و بعدا هم میتونین اطلاعاتی که تکمیل کردین بعدا ادیت کنین، تغییر بیارین. Get started. اینجا میبینیم که 3 تا گزینه فعال شده و خب I am brand new to this. من کاملا یک آدم جدید، یک اکاونت جدید هستم. I have some experience. مثلا یک اندازه تجربه دارم. And I am an expert. و من یک متخصص هستم. خب اینجا بهتر است که ما میانه را انتخاب کنیم که I have some experience. من اندازه تجربه دارم، یا ای که بخش اولی رو انتخاب کنیم، بخش اکسپرت رو انتخاب نکنیم به خاطر از اینکه تجربه فعلا نداریم. خب من اینجا بخش I am brand new to this این رو انتخاب میکنم و next میکنم. خب اینجا باز میبینیم که چند تا گزینه هست. Got it. یعنی فهمیدم، دریافت شد. What's your biggest goal for freelancing؟ بزرگترین هدف تو برای فریلنسینگ چی هست؟ Different people came to Upwork for various reasons. افراد متفاوت به خاطر دلایل متفاوت در Upwork می آیند. We want to highlight the opportunities that fit your goals best while still showing you all the possibilities. میگه ما میخوایم برجسته کنیم تمامی فرصت هایی که با اهداف شما هماهنگ باشه، زمانی که امکانهای مختلفی برای شما نشان داده میشه. اینجا چند تا گزینه داره. گزینه اول است که to learn my main income، یعنی من به عنوان شغل اصلی خود میخوایم اینجا فعالیت کنم، یک گزینه است. گزینه دوم چی است؟ to make money on the side، یعنی ما یک شغل دارم و در کنار او شغل خود میخوایم که اینجا هم کسب درآمد کنم. to get experience for a full time job، ما میخوایم که اینجا تجربه کسب بکنم برای یک وظیفه فول تایم. I don't have a goal in mind yet. من کدام هدفی ندارم فعلا. از میان از اینا کدامش برای ما بهتر است؟ برای ما بهتر است که ما بخش اول را انتخاب کنیم to earn my main income، که ما همین Upwork را به عنوان یک شغل اصلی خود انتخاب میکنم و این سبب میشه که بالاخره سایت هم با ما کمک کنه. پس ما بخش to earn my main income این انتخاب میکنم. next میگم. بخش دیگه ای که ظاهر میشه اینجا and how would you like to work، چگونه میخوای کار کنی. everyone works in different ways، هر کسی به اشکال مختلفی متفاوتی کار میکنه. so we have different ways of helping you when you work. خب ما روش‌های مختلفی داریم که کمک میکنه که شما کار را پیدا کنین. you can select multiple preferences now and can always change it later. شما میتونین که چندگانه انتخاب کنین و هر وقت که خواسته باشین میتونین و بعداً تبدیل کنین. اینجا دو تا گزینه است. گزینه اول است که I would like to find opportunities myself. من دوست دارم یا میخوایم که فرصت ها را خود ما پیدا کنم.
در این بخش یعنی که شما خودتان از طریق بعدن که اینجا وارد شدین میرین کلاینت ها را میپالین و شما درخواست میدین که شما را از کلاینت یا از مشتری ها پروژه بگیرین. اینجا راهنمایی هم کرده که clients post jobs on our talent marketplace. You can browse and bid for them or get invited by a client. میگه که مشتری ها اما پروژه ها و وظایفی را که میخوای به فریلنسر ها بسپاره پست میکنه، شیر میکنه و شما میرین اونجا از طریق پست از اونها ارتباط برقرار میکنین. اما بخش دومیش است I would like to package up my work for clients to buy. ما میخوایم که ورک خود را، کار خود را یا مهارت های خود را به نمایش بگذارم و مشتری بیاید به اساس مهارت هایی که ما، پروفایلی که ما بر خود جور کردیم، مشتری بیاید ما را انتخاب بکنه. اینجا هم شرطش است که define your services with prices and timelines. توضیح بدین خدمات خود را و قیمت خدمات خود را همراه با مدت زمان کارش. We will list it in our project catalog for clients to buy right away. و ما این بسته یا این پکیج شما را یا این بسته مهارت های شما را در خدمت مشتری ها قرار میدیم که مشتری ها اونا را بخرن. پس بهترش چی است؟ بهترش است که هر دوش انتخاب کنیم. هر دوش انتخاب کنیم، هم پروفایل خودم میسازیم و هم با پست یا مطالبی که مشتری ها منتشر میکنه هم مراجعه بکنیم. یعنی کار هر دوش بهتر است که ما پروژه به دست بیاریم. Next create a profile. خب حالا میریم برای ایجاد پروفایل. اینجا مثل همون یک متن تبلیغاتی است، مثل قبلا که خواندیم. Your Upwork profile is how you stand out from the crowd. It's what you use to win work. So let's make it a good one. اینجا هم 3 تا بخش است. Import from LinkedIn. اگر شما کدام پروفایلی در LinkedIn داشته باشید میتونید از اونجا اپلود کنین. Upload your resume یا CV خود را اپلود کنین. Fill out manually. اگر شما خواسته باشین به صورت دستی این معلومات را پر کنین، حدود 15 دقیقه وقت میگیره، در صورتی که هم شما بعضی مطالب را آماده داشته باشین. ما اینجا این بخش سومی را انتخاب میکنیم. Fill out manually به صورت دستی. در این بخش Great. So what kind of work are you here to do? چی نوع کار را میخواید تو اینجا انجام بدی؟ این حال اینجا don't worry, you can change this choice later on. نگران نباشین، شما میتونین که هر بخشی را بعداً خواستین تغییر بدین. خب چند بخش است که شما مهارت ببینید که در کدام بخش مهارت دارید. Accounting and Consulting. بخش حسابداری و مشاوره هست که اینجا اینی بخش هست. Professional Coaching. راهنماهای شخصی. Accounting and Bookkeeping. Financial Planning. Recruiting and Human Resources Management. Consulting and Analysis و غیره. خلاصه در مورد حسابداری و بحث مشاوره است. Admin Support. یه هم Data Entry, Transcription Services, Virtual Assistance, Project Management, Market Research and Product Reviews. خب این هم در بخش دیتا انتری هست یا اطلاعات را درج میکنین. Virtual Assistance، اسیستان های مجازی، پروژکت منیجمنت یا مدیریت پروژه و مواردی از این قبیل. ببینید که مهارت شما مربوط به کدامش است. میتونید شما چندین مهارت همزمان انتخاب کنید. Customer Services. خدمات مشتریان. Community Management and Tagging. Customer Service and Tech Support. خب اینا مربوط به خدمات است دیگه. خدمات مشتریان شامل موارد مختلف میتونه باشه. همی که به صورت تکنیکی حمایت میکنین مشتریان را، در یک وبسایت کار میکنین. خب خلاصه روش‌های مختلف داره. میتونین که به خاطر از اینکه هر کدام این بخش‌ها را شما خوب اطلاعات در موردش حاصل کنین، سعی کنین زود انتخاب نکنین. در مورد هر کدام از اینا در یوتیوب، در چت جی پی تی و در این جاها معلومات خود را کامل کنین و ببینین که هر کدام از اینا چی معنا داره، بخصوص اگر زبان انگلیسی بلد نیستین.
دیتا ساینس and analysis، دیتا انالیسیس تستینگ، اینا بیشتر برای تحلیل دیتا و اطلاعات است. کسایی که احصایه بلد است، به خصوص کسایی که ریاضی و اقتصاد خوانده باشه، میتونه در این بخش کار بکنه. دیتا اکسترکشن، استخراج دیتا هست. دیتا ماینینگ است، خب این هم استخراج دیتا و منیجمنت. AI and machine learning، کسایی که در بخش کامپیوتر ساینس خوانده باشه، بخش ریاضیات و هوش مصنوعی و آموزش ماشین، میتونه که در اینجا کلیک بکنه. بخش دیگه دیزاین اند کریاتیو است که معمولا شامل دیزاین ویدیو، دیزاین پوستر، دیزاین خلاصه مربوط دیزاین عکس و لوگو و امثال هم است که آرت اند ایلستریشن، آدیو موزیک پرودکشن، مربوط مثلا تنظیم صوت و موزیک و ویدیو و امثال هم. ویدیو اند انیمیشن، پرودکت دیزاین، فوتوگرافی، پرفورمینگ آرتس، گرافیک، ادیتوریال، پرزنتیشن دیزاین، NFT، AR و غیره. خب کلا مربوط دیزاین است. مثلا شما یک پرزنتیشن جور میکنین، یک فوتوگرافی میکنین، یک بروشور دیزاین میکنین، یک لوگو دیزاین میکنین، امثال هم. خلاصه مربوط دیزاین است که شما میتونین هر بخشی را با 10 روز 5 روز با کورسایی که آنلاین هم وجود داره یا کورسایی که میتونین شرکت کنین را شما یاد بگیرین. خیلی آسان است. Engineering and architecture, building and landscape architecture, chemical engineering, civil and structural engineering, contract manufacturing, electronics engineering, interior and trade show design, energy and mechanical engineering, physical science, 3D modeling and CAD. اینا مربوط کسا و جوانایی که انجینیری خوانده و مهارت داره در این بخشا، که اکثر محصلین ما در این بخش مهارت داره، میتونه که یک یا چند تا بخش از اینا رو انتخاب بکنه. معمولا 3D مدلینگ، 3D مکس که محصلین یاد داره، یا از طریق هوش مصنوعی هم میتونه بعضی از دیزاین ها رو انجام بده. خلاصه کسایی که انجینیری خوانده میتونه در اینجا کار بکنه. و بخش دیگه آیتی و نتورک هست که بیشتر مربوط خب محصلین و دانشجویان فارغ التحصیل کامپیوتر ساینس میشه که دیتابیس منیجمنت اند ادمنستریشن هست، ERP، CRM، سافتور که من متوجه نمیشم، خلاصه مربوط سافتور میشه. انفورمیشن سکیوریتی اند کامپلاینس، نتورک اند سیستم ادمنستریشن و یعنی DevOps and Solution Architecture. ببینید که مربوط کدام مهارت شما مربوط کدام از این بخشا میشه. لیگل بخشای حقوقی است، Cooperative and Contract Law، International and Immigration Law، Finance and Tax Law، Public Law. خدمات حقوقی است. معمولا در کشور خارجی یک کسی مثلا یک دعوایی داره، بخشای مهاجرت هست، بخشای مالی هست، بخشای حقوقی عامه هست، بخشای قراردادها هست. اما تنظیم قراردادها را که به صورت حقوقی که بعداً خلایی نداشته باشه، معمولا از طریق یک وکیل انجام میشه. کسایی که رشته های حقوق خوانده باشه میتونه که در اینجا استفاده کنه. روابط بین الملل یا شرعیات اگه خوانده باشه که با حقوق آشنا باشه. خلاصه شرکت ها از بین خود قرارداد میبنده و این قرارداد به شما روان میکنه که از لحاظ تکنیکی و حقوقی بررسی کنین که کدام خلایی نداشته باشه. سیلز اند مارکتینگ به عنوان مارکتینگ یا فروشنده، دیجیتال مارکتینگ، لید جنریشن اند تلی مارکتینگ. خب اینا بخشای مارکتینگ هست. and translation ترجمه، language tutoring and interpretation که مربوط ترجمه است. معمولا تلویزیون ها، شبکه های خبری، روزنامه ها به خاطر ترجمه متن از یک زبان به زبان دیگه میشه که استفاده بکنه. مثلا تلویزیون BBC فرض کنیم شما زبان چینایی یاد دارین، فرض کنیم اخبار و گزارش هایی که در روزنامه های چینی، در رسانه های چینی است، میخواید شما ترجمه کنید به فارسی یا به انگلیسی. Translation and Localization Services، خب اینا هم همو بخش است.
و بخش دیگه هم که وب موبایل اند سافت‌ویر دیو، این هم بیشتر مربوط کسایی است که به صورت تکنیکی بلد است. این بخشا شما هر بخش بخونین و مطابق میل خود انتخاب کنین. و در قسمت آخر هم رایتینگ است: سیلز، مارکتینگ، کاپی رایتینگ، کانتنت رایتینگ، ادیتینگ، پروف ریدینگ، سرویسز، پروفشنال اند بیزنس رایتینگ. خب اینا بخشای مربوط نویسندگی است که حالا انواع و اقسام مطالب را ممکنه که تایپ بکنه یا بنویسه. خلاصه بخش نویسندگی است. خب اینجا که شما یک سرویس یا هر کدام از اینا را که انتخاب کردین، میتونین چند تا انتخاب کنین و باز هر کدام از چند گزینه داره میتونین انتخاب کنین. ما میخوایم که در اینجا به طور نمونه مثلا اکاونتینگ ادمین سپورت را انتخاب میکنیم که اینجا میگه یک را شما انتخاب کردین دیگه نمیتونین. ادمین سپورت انتخاب میکنیم که اینجا select up to 3 specialties you will be able to change and add to this later on. خب شما فعلا 3 تا رو میتونین، 3 تا تخصص میتونین انتخاب کنین و بعد next to your skills. خب این دی بخش گفته nearly there what you work or you here to do. چی کار میخوای اینجا انجام بدی؟ اینجا هست your skills show clients what you can offer. مهارت های شما به مشتری نشان میده که شما چی کار میتونید انجام بدین. and help us choose which jobs to recommend to you. و به ما کمک میکنه که ما چی وظیفه‌ای را به شما توصیه کنیم. add or remove the ones we've suggested or start typing to pick more. It's up to you. خب اضافه کنین یا حذف کنین یک یا چند تا که ما به شما سجست کردیم، توصیه کردیم یا پیشنهاد کردیم. or start typing to pick more یا امو مهارت خود را شما اینجا تایپ کنین که ممکن است چیز بیشتری باشه. اینجا چند تا پیشنهاد شده، سجست شده از طریق خود شبکه یا از خود پلتفرم. دیتا انتری هست، جنرال ترانسکریپشن هست، ورچوال اسیستانس هست، مایکروسافت پروژکت هست و پروژکت منیجمنت هست. میتونیم از اینا انتخاب کنیم. اگر دیگه هم داشته باشیم میتونیم که تایپ کنیم، مثلا تایپینگ اشتباه نشته کردیم، تایپینگ نبوده، تایپیستینگ، تایفون، تایپد، تایپ اسکریپت مثلا انواع اقسام. خب عدد اکثر میتونین 15 مهارت رو اینجا انتخاب کنید. شما اینجا بسیار دقت کنید، مهارت انتخاب میکنید، بعدا در روی جستجو کنید، عجله نکنید. البته میتونید بعدا تغییر بیارین، اما باز هم با دقت بکنید. خب بریم پیش. اینجا در این بخش now add a title to tell the world what you do. خب حالا یک عنوان برای خود انتخاب کنید که شما بعد مشتری بگین که در واقع شما چیکار هستین. It's the very first things clients see. این اولین چیزی است که مشتری میبینه. So make it count. او را بسیار خوبش بساز. Stand out by describing your expertise in your own words. اما زبان خودت بنویس هر چیزی که نوشته میکنی، اما تخصص خود را. اگزمپل مثلا admin support است، من اینجا نوشته میکنم که admin support and script type script typing. اشتباه نوشته شد typing. next and add your experience. خب باز هم اینجا دوباره بخش دیگه هست 5 از 10. اینجا هم میبینیم 5 از 10 5 بخش از 10 فعالیت رو ما اینجا پر کردیم. if you have relevant work experience add it here. اگر شما کدام تجربه قبلی در این بخش دارید اینجا اضافه کنید. freelancers who add their experience are twice as likely to win work. کسانی که فریلنسر هایی که تجربه خود را اینجا شریک میکنه میگه 2 برابر چانس پیدا کردن کار داره.
But if you're just starting out, you can still create a great profile. Just hit on the next page. اگر شما تازه شروع کردین، شما باز هم میتونید که یک پروفایل بسیار خوب را بسازین و در صفحه بعدی برین. خب اگر شما تجربه در زمینه دارین، میتونید که اینجا تجربه خود را نوشته کنین. بهترش است که نوشته بکنین، حداقل یک تجربه نداشته را هم نوشته بکنین، البته با یک شکل بسیار خوب که بتونین اینجا استفاده کنین. اول تایتل وظیفه شما چی بوده؟ قبلا در کدام کشور شما فعالیت میکردین؟ میبخشید در کدام کمپانی شما فعالیت میکردین؟ لوکیشن شما را اینجا گفته در کدام شهر و کشور، و I am currently working in this role و ما فعلا همینجا کار میکنم. اگر ایره کلیک کنین دیگه این بخش نیاز نیست، این بخش کار نیاز نیست که start date و end date را پر کنین. اگر این بخش کلیک نکنین میتونید که اینجا از چه زمان تا چه زمان کار کرده. و بعد در اینجا description توضیح بدین که امی وظیفه را که شما انجام میدادین چی کار میکردین. خب به صورت مفصل منظم توضیح بدین با یک ادبیات خوب. خب بازم شما از ابزارهای هوش مصنوعی متنی که نوشته میکنین به چت جی پی تی بدین و به متن درست انگلیسی تنظیم میکنه. خب این را میتونین شما پر بکنین. خب ما میریم پیش. خب اینجا گفته که add at least one item. خب یک تا را گفته پر کنین. ما اینجا نوشته میکنیم admin support بوده تایتلی من در شرکت قبول نکرده. admin اینجا چند تا بخش آمده، یک از اینا رو باید انتخاب کنیم. یک از دیتابیس administrative assistant, network system administrator, system administrator, web administrator. خب من دیتابیس administrator انتخاب میکنم. کمپانی رو نوشته میکنم، مثلا کمپانی مثلا دیگه حالا علی بابا، مثلا علی بابا اند گروپ هولدینگ. هرچی باید کمپانی های نوشته کنیم که زیاد معروف نباشه. لندن نوشته میکنم، مثلا دهلی در کشور هندوستان، و مثلا اینجا از جنوری سال 2024 تا مارچ سال 2026 را ما کار کردیم. اینجا در دیسکریپشن خود اینجا به صورت بسیار دقیق و منظم وظیفه خود شرح بدین. میگه که I work as امی شغلی را که اینجا نوشته کردین دیتابیس ادمنستریتور، داتا بیسیس ادمنستریتور and did the following work. مثلا اینجا باز لیست میکنیم دیگه، حالا ما نیاز نیست که نوشته کنیم. اینجا شما بسیار به دقت و منظم سعی کنید که منظم نوشتهش کنید. سیف میگیم. اگر خواسته باشین که تجربیات بیشتر را اضافه کنید، اینجا بازم بالای علامه مثبت کلیک میکنید و تجربیات بیشتر را اضافه میکنید. Next add your education. خب حالا تحصیلات خود را اینجا اضافه کنیم. باید اینجا کلیک میکنیم تحصیلات خود را که ما مکتب خوندیم، دانشگاه خوندیم، تحصیلات ما چقدر است و توضیح میدیم. مثلا در کدام جای درس خوندیم، در دانشگاه. مثلا نوشته میکنیم که South Asian University India. مثلا ایرم نوشته میکنیم Master Accountants Agriculture Computer Intelligence. رشته خودم نوشته میکنیم، دیگری خودم. Field of Study چی است؟ Computer Science. خب dates attended، تاریخ شروع شما چه وقت بوده؟ سالی مثلا 2018.
to or expected graduation میگیم در سال 2018 در سال 2020 فارغ شدیم. در سال 2020 فارغ شدیم. یک بخشش مانده بود که و اینجا توضیح میدین درباره رشته تحصیلی خود که رشته تحصیلی شما چی بوده، کدام مضامین خواندین، چه بخشا رو خواندین و چه تجربیات دارین و این رو سیو میکنین. خب next add languages. در بخش سوم، در بخش بعدی، بخش در واقع هفتم است، زبان را اینجا درج میکنین. مثلا add language نوشته میکنین. ما که زبان ما پرژن هست، پرژن رو نوشته میکنیم English all profile. خب اینجا انگلیسی را باید تمامی از پروفایل ها، تمامی افراد باید داشته باشه، چون اینجا مکالمه با زبان انگلیسی است. اینجا سطح زبان انگلیسی خود را انتخاب میکنین. بیسیک است، کانورسیشنال است، فلوئنت است، نیتیو اور بایلینگوال است. شما همین بخش انتخاب بکنید. پرژن که مادر لنگویج است، زبان مادری. زبان مادری. خب میتونین زبانی بیشتر را اضافه کنین. مثلا زبان میگیم پشتو لیول ما هم فلوئنت است. مثلا پشتو انتخاب کردم، چرا پشتو. خب مثلا هندی هم در حدی که بیسیک است. خب چند تا زبان انتخاب میکنین، هر زبان بیشتر بهتر، اما انگلیسی دیگه ضروری است. و نکست. در این بخش اینجا یک راهنمایی هم برای ما شما آمده، اما راهنمایی هایی که در ابتدا هم داشتیم بسیار مهم است. در اینجا در این بخش بسیار باید شما به دقت و بسیار با مهارت، با اگر تجربه ندارین سعی کنین از آدمایی که تجربه داره میتونین در کامنت این ویدیو نوشتن بکنین که ما هم برای شما کمک کنیم یک متن درست‌تر نوشته کنیم. البته شما از چت جی پی تی استفاده کنیم. Now write a poem to tell the world about yourself. Now حالا دیگه شما یک بایوگرافی در مورد خودتان نوشته کنین. این بایوگرافی شما رو کمک میکنه که شما در مورد خودتان بگین و مشتری ها شما را بتونه پیدا بکنه و بشناسه که شما چیکاره هستین. یعنی بزرگوار را کپی میکنیم، فعلا اینجا نوشته میکنیم. سعی کنید یک متن بسیار منظم و متن بسیار دقیق نوشته کنین. اینجا هم حد اکثر هم احتمالاً چند هزار کاراکتر باشه. بسیار یک متن خوب نوشته کنین. سعی کنین دیگه عجله نکنین، یک متن منظم نوشته کنین در مورد خودتان. اینجا نمونه هایش هست. مثلا اینجا شما ببینید که این فرد در مورد خود چی نوشته کرده. بسیار کوتاه خلاص امی تجربیات خود را یا تخصص خود را بسیار به صورت بولت پوینت ببینید به صورت زیبا نوشته کرده و هر کسی که ببینه میفهمه که این در کدام زمینه کار میکنه. خب این بخش هم بسیار منظم نوشته کنین و برین پیش. نکست. اینجا میین چند بخش بسیار مهم است. Now let's see your hourly rate. حالا نرخ کار ما شما است. Clients will see this rate on your profile and in search results once you publish your profile. You can adjust your rate every time you submit a proposal. خب اینجا شما میتونید نرخ کارتونه نوشته کنین. زمانی که یک مشتری میخواد شما را ببینه نرخ کارتون میبینه و همچنان شما میتونین که اگر پروپوزال جدید را ارائه میکنین نرختون تغییر بدین. نرخ کاری ساعتوار شما total amount the client will see. شما هر در یک ساعت چند دلار کار میکنین. نرخ هم به دلار است. مثلا من نوشته میکنم $30 $20 حالا هر چقدر که باشه. سرویس فیس همی شبکه یا همی پلتفرم اینجا $3 زیر میگیره که احتمالاً 10% باشه و you will get $27 در ساعت. اگر شما $30 قرارداد بسته میکنین با مشتری
از این $30 شما $27 دریافت میکنین. $30 از این حق خدمات برای همین اپورک، همین پلتفرم اپورک است. سرویس فیس هم اگر شما خواسته باشین میتونین که اینجا بالای لرن مور کلیک کنین و اطلاعات اضافی را در مورد بخوانین. This help us run the platform and provide services like payment protection and customer support. Fees vary and are shown before contract acceptance. خب و فیس هم میتونه که تغییر بکنه و نشان داده میشه قبل از اینکه همین قرارداد شما قبول شود. خب اینجا شما دیگه میتونین، بستگی به شما داره که نرختان چگونه انتخاب میکنین. $10 میگین ساعت واره، $5 میگین، مثلا $20، $30، بستگی به کار شما. بعضی از پروژه ها ممکن هستن کل پروژه قرارداد شده با شما، اصلا کار ساعتی شما رو کار نداره که شما چند ساعت کار. Next, add your photo and location. خب بیاین در این بخش. این بخش هم بسیار مهم است. هر بخش مهم گفتیم، مطمئنا این بخش هم مهم است. در اینجا date of birth، سال تولدتان نوشته کنین به صورت بسیار دقیق و منظم. البته سال مثلا 2003 در 2003 1/15 دیگه شما میتونید این دقیقاً مثل پاسپورت نوشته کنید. کنتری، کشور شما. اینجا دیگه شما باید آدرس دقیق نوشته کنید. اگر آدرس دقیق نوشته نکنیم چی اشکال داره؟ اگر آدرس دقیق نوشته نکنیم هم اشکال نداره، اما بعداً اگر این اکانت شما، این پروفایل شما معروف شه و شما پروژه های بزرگ بگیرید، دچار سوء تفاهم میشه. بهتر است که به صورت دقیق نوشته کنید. یک کسی که ترکیه زندگی میکنه پرسان بکنین، استریت ادرس و سایتش نوشته کنین مطابق از اینجا. البته آپشنال است، میتونین دقیق نوشته کنین. خب مثلا ما اینجا نوشته میکنیم که انکارا استریت و دقیق نوشته کنین. شهر خود نوشته کنین، شهر انکارا. استیدم همه رقم، زیپ کودشه، پستال کد یا زیپ کودش شما از اینترنت بپالین. خدمت من انکارا رو خبرم ندارم. انکارا زیپ کد یا پستال کد. پستال کد. خب اینا رو دیگه بسیار با دقت سعی کنید پر کنید. 06 123 0. و اینجا هم نمبر موبایل است که نمبر موبایل میتونید که شما اینجا نمبر موبایل افغانستان خود نوشته کنین و اینجا اپلود فوتو بگین. اپلود فوتو که بگین، از اینجا شما میتونین که یک عکس را که دارین از جایی که هست اپلود کنین. اما در مورد عکس متوجه باشین یک عکس بسیار پروفشنال باشه، عکس زیبا باشه، عکس بسیار با لباس قشنگ، با یک دیزاین بک‌گراندی که شما کار کردین یا مثلا کامپیوتر یا بستگی به شغل شما داره، عکس خوب را اپلود کنین و سعی بکنین که از هوش مصنوعی عکستون ادیت نکنین، اما فتوشاپ مشکل نداره. بعد اینجا ریویو میکنین دیگه. خب اینجا پروفایل ولی ما مجبور یک عکس انتخاب کنیم. مثلا اینجا یک عکس را، مثلا این عکس انتخاب کردیم، عکس انتخاب کردیم و بعد شماره موبایل خودم انتخاب میکنیم. شماره موبایل از افغانستان 0 که نه مثبت 93 هست 77. به همین ترتیب یک سعی کنیم که 1 2 3 4 5 6 7. بسیار خوب. و ریویو اگه خواستین یک اکانت سیف شو برای شما میگین سیف میگین و الا که همینطور باشه. خب یک اکانت خود حالا یک ریویو میکنین، میبینین که شما یکان جایی اگر غلط نوشته کردین بالای این علامه بزنین و اینجا میتونین اونا رو تغییر بدین. یک ریویو کنین، یک مرور کنین از اول تا آخر و
ببینین جاهایی را که نیاز به تغییر میبینین دوباره تغییر بدین، به خاطر از اینکه سعی کنین زود سابمیت نکنین و دقت متنتان مطالعه کنین. همون جاهایی را که حالا شما چون همین موارد را دیدین قبل همون بیوگرافی در مورد وظیفه، در مورد تخصصتان را دقیق نوشته کنین و دقیق ثبت کنین و بعد در آخر که وقتی همه چیز کار خلاص کردین شما سابمیت پروفایل را انتخاب میکنین. سابمیت پروفایل و پروفایل شما اینجا سابمیت شد. Your profile is ready now. You will need connects to bid on jobs. حالا در این قسمت شما میتونین که برای خود یک پروفایل زیبا بسازین. بخش هایی را که اینجا ببینین employment history شما 20% مثبت 10% مثبت 10% مثبت 10% مثبت 10%، هر کدامش از اینا نقش داره. شما برای خود باید یک پروفایل بسیار خوب بسازین که با استفاده از پروفایل خود شما بتونین که پروژه به دست آورده بتونین. اینجا کلیک میکنین، این بخش رو میبینین. اگر جاهایی را که میبینین اضافه کنین، اینجا برای علامه مثبت کلیک کنین، میتونین که موارد را اضافه کنین. اگر جاهایی را میخواین تغییر بیارین بالا یه علامه کلیک کنین تغییرات بیارین. همین تو هر بخش خاصی تغییرات بیارین. بسیار روی از کار کنین و یک پروفایل بسیار خوب را تنظیم کنین. سعی کنین عجله نکنین، مشوره بگیرین با کسایی که تجربه داره و خب مطمئنا حالا چت جی پی تی هست، شما میتونین از او استفاده کنین. دیگه شاد و موفق باشین. امیدوار هستم که از این طریق بتونین برای خود کسب درآمد کنین و در آینده نه به عنوان یک شغل فرعی، به عنوان یک شغل اصلی باشه که بتونین مهارت های خود اینجا خرج کنین. خب دیگه شما وقتی که وارد پروفایل شدین تعقیب کنین در هر بخش را. اگر مشکلی داشتین دیگه میتونین که در کامنت بنویسین و انشالله ما به اندازه توان خود همراه شما کمک میکنیم. شاد و موفق باشین، بخیر باشین.